سلام، من شیوا ابوطالبی هستم از تیم موفقیت مشتریان اتریس. توی این ویدیو میخوایم در مورد اولین کاری که بعد از پیاده سازی SDK باید انجام بدید با هم دیگه صحبت کنیم. بعد از اینکه کد SDK رو به صورت کامل داخل اپلیکیشنتون پیاده سازی کردید، باید بیایید تست نصب انجام بدید که ببینید پیاده سازیتون بدون مشکل انجام شده. حالا بیایید تست نصب رو با هم دیگه انجام بدیم. به چه صورت هست؟ این هستش که شما باید اپلیکیشن رو روی گوشیتون نصب کنید. اگر گوشیتون گوشی فرش هست، یعنی اینکه نسخه اتریس دار قبلا روش نصب نبوده، شما اپلیکیشن رو نصب میکنید و اپلیکیشن رو باز میکنید. نکته‌ای که اینجا داره، اپلیکیشن بعد از نصب حتما باید باز بشه، چون تعریف پلتفرم‌های اتریبیوشن و اتریس این هستش که به ازای فرست اوپن کاربر در واقع نصب رو برای شما شمارش میکنه. حالا بعد از اینکه نصب رو انجام دادید و باز کردید، در این حالت باید برای شما یه دونه در واقع نصب رو شمارش کنه. شما وارد تنظیمات گوشیتون میشین، بخش گوگل، GPS ادایدی یا ادز، اون رو کپی میکنید و داخل پنل بخش ستینگ، بخش تستینگ کنسول، که این قسمت اون GPS ادایدیتون رو وارد میکنید و نمایش اطلاعات رو میزنید که به شما نشون میده که در واقع نصبتون به چه صورت اتفاق افتاده و در چه زمانی بوده. حالا اگر روی گوشیتون نسخه از اپلیکیشن که اتریس داره نصب باشه، باید چه کاری انجام بدیم؟ طبق مراحل زیر باید پیش برید. اول از همه اپلیکیشن رو از روی گوشیتون حذف کنید. بعد از اینکه اپلیکیشن پاک شد، وارد تنظیمات گوشیتون میشید، بخش ستینگ، بخش گوگل، بخش ادز یا GPS ادایدی. اونجا GPS ادایدی رو ریست میکنید. GPS ادایدی در واقع شناسه یونیک دیوایستون هست. وقتی که ریست میشه، همون لحظه برای شما یک GPS ادایدی جدید جنریت میکنه. بعد از اینکه GPS ادایدی جدید براتون جنریت شد، در واقع دیوایستون به عنوان یک دیوایس جدید شناخته میشه. حالا شما میتونید تست نصب رو انجام بدید. اپلیکیشن رو نصب کنید و باز کنید. حالا باید براتون یه دونه نصب رو شمارش کنه. مجدد وارد پنل میشین، بخش ستینگ، بخش تستینگ کنسول، اون GPS ادایدی جدیدی که در واقع باهاش نصب رو انجام دادید توی این قسمت وارد میکنید و نمایش اطلاعات رو میزنید. به یک روش دیگه هم میشه این کار رو انجام داد اگر گوشیتون گوشی در واقع فرش نباشه. این هستش که شما وارد پنل میشین، بخش ستینگ تستینگ کنسول رو باز میکنید، GPS ادایدی گوشیتون رو توی این قسمت وارد میکنید و فورگت دیوایس رو میزنید. بعد از اینکه فورگت دیوایس رو زدید، مجدد تست نصب رو طبق توضیحاتی که دادم انجام میدید و نمایش اطلاعات رو میزنید. حالا اگر برای گوشی‌های مختلف هم دارین تست میگیرید، توی بخش همین قسمت که در واقع GPS ادایدی رو وارد کردید، برای دیوایس‌های مختلف هم فیلترهای مختلف داره. حالا اگر با iOS دارین کار میکنید، میتونید IDFA رو انتخاب کنید و توی این قسمت نمایش اطلاعات رو بزنید و همچنین برای دیوایس های دیگه فیلترهای مختلفی وجود داره. بعد از اینکه GPS ادایدی رو وارد کردید و نمایش اطلاعات رو زدید و آمار نصبتون رو دیدید، در واقع این میتونه نشون دهنده این باشه که پیاده سازیتون به درستی انجام شده باشه. اگر نمایش اطلاعات رو زدید و در واقع دیت هایی رو داخل این صفحه ندیدید، باید پیاده سازی SDK رو طبق مستندات مجدد مرور کنید. در صورت هر گونه وجود ابهام یا سوال با تیم پشتیبانی اتریس در ارتباط باشید.